امتحان میکنم. به چی؟ یکم که امام شافعی رحمت تفسیرش تماشا کردم، در همین آیت بسیار پسندم آمد، بسیار خوب تفسیر کردن. خدا میگوید من به خوف شما را، المراد من الخوف، امام شافعی میگوید الخوف من الله است. همین مراده که خدا میگوید من به خوف شما را امتحان میکنم، انمون خوف خداست. بالای شما هر گونه معرکه و منظره میارم، نظر میکنم که آیا از خدا میترسین یا نه. خب من الخوف والجوع، بالای شما رمضان میارم، ماه رمضان میارم، آیا روزه را میگیرین یا نه. و نقص من الاموال، بالای شما در زکات فرض کردم، آیا زکات میدین یا نه. و الانفوس، بیماری بالای شما میارم، آیا در بیماری صبر میکنین یا نه. و الثمرات، امام شافعی میگوید ثمرات، اگرچند که عرب ها ثمرات میوه را میگن، امام شافعی میگوید که انا همین ثمرات خدا انا همینجا فرزند در نظر دارد، که من از شما قبض روح فرزند میکنم، آیا در فرزند گرفتن شما صبر میکنین یا نه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله باوری دارم که هر برادر